امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت و سرزنده باشید. خوش اومدید به چنل آلفا پلاس. امیدوارم که از دیدن این ویدیو استفاده لازم رو ببرید. تو این ویدیو قراره که دسمبل گوشی سامسونگ S2 رو خدمتتون آموزش بدم. امیدوارم که براتون مفید باشه. قبل از اینکه استارت ویدیو رو بزنیم ازتون میخوام که ساب چنل فراموشتون نشه و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید یا به دوستاتون معرفی کنید. خب با من همراه باشید و ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. خب در پشت گوشی رو ابتدای کار باز میکنم، باتری گوشی رو استخراج در میارم، دو تا سیم کارتروشه اونا رو در میارم و برای باز کردن گوشی 8 تا 7 تا پیچ داره، 4 تا پایین و 3 تا بالا. قبل از اینکه بخوایم برد رو و گوشی رو باز بکنیم اول با منبع تغذیه یک چک میکنیم ببینیم که جریانی که این گوشی میکشه به چه اندازه هست و ما ابتدای کار باید دنبال چی بگردیم. دو تا پایه منفی رو به این در واقع این قسمت وصل میکنیم و پایه مثبت پراپلمون که به رنگ قرمز را هست و به پایه بیرونی سوکت باتری متصل میکنیم. خب با انگشت همین رو میگیرم تا تکون نخوره یا اتصالی نکنه. گوشی خودش شروع کرده به روشن شدن. خب حالا ببینیم که این گالکسی S5282 آیا به طور کامل روشن میشه و اگر روشن شد که هیچ، و اگر دیدیم که همینجور بردمون داره ریست میشه و ریستارت میشه، خب ببینید که هر دقیقه داره ریست میشه و خیلی به راحتی میشه تشخیص داد که این اپ مربوط میشه به کلید پاور. پس ما موقعی که میخوایم برد رو باز کنیم به این هدف باز میکنیم که کلید پاورش رو تعمیر کنیم. خب حالا با من همراه باشید و نحوه باز کردن این گوشی رو من خدمتتون عرض کنم. یک پیچ گوشتی 4 سو رو که تو دسترستون هست پیچاش رو باز میکنیم و اون رو پیچاش رو همش رو یه جا نگهداری بکنید تا موقع باز کردن همه قطعات یه جا باشه و موقع بستن هم نخواهیم که توی هر گوشه دنبال این کلیدا بگردیم. خب 4 تا پیچ پایینی دونش نبود، 3 تاشو من باز کردم، 3 تا پیچ بالا هم باز میکنم. یک اولی که باز شد، دومی هم به همین ترتیب و پیچ سوم و آخر. برای باز کردن این مدل گوشی نیاز به یک در واقع به ابزاری داریم که بتونه این خارهای شاسی رو از فریم دور LCD جدا کنه بدونی که به چیزی بخواد آسیب بزنه. یک پیچگوشتی دو سو تیز باشه یا تیغک مخصوص همین کارم باشه به راحتی میتونید این کار رو باهاش انجام بدید. خب جاهایی که خار داره رو باید پیدا کنیم و بدونی که آسیبی بخواد به شاسیمون خارها و یا فلت روی گوشی وارد بشه به راحتی و به آرومی خارها رو شروع میکنیم به باز کردن. خب 2 تا خار رو باز کردیم و این قسمت کامل خودش باز شد و همین راحتی اون خارا رو جدا کردیم و به راحتی باز شد. این فلت LCD هست، میکروفون هست که باید اونا رو هم جدا بکنیم از فریم تا بتونیم که این مادربردمون رو جدا کنیم از کفی LCD. مجددا چند تا خار اینجا هست که این خاراشو باید با آرومی بزنید کنار. حالا این خارا شل هست، قبلا باز شده و اون رو به راحتی باز میکنیم. خب روی LCD روی اون ور مادربردی که مسطح هست چون پشت LCD قرار میگیره و یک محافظی هست برای LCD و قطعات پشت این شیلد هستن که این شیلد رو هم اگه بخوایم باز کنیم با یک آچار 4 سو شیلد رو باز میکنیم با چند تا پیچ محکم شده روی برد و اون شیلد رو که باز کردیم میرسیم به قطعات و آیسی ها و چیپست ها. خب خیلی آرومه اون قطعات رو، اون شیلد رو هم باز میکنیم. این ورچسبایی هست که روی این قسمت ها قرار گرفته. کل قطعات تشکیل دهنده یه گوشی توی یک نگاه رو
توی یک در واقع دید میتونید که مشاهده بکنید که به چه ترتیب هست. تا 4 LCD که با هم دیگه توی فریم هستن، مادربرد، شاسی پشت و شیلد محافظ آیسی ها، در پشت باتری و پیچ ها. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید باشه و از اون تونسته باشید که استفاده لازم رو برده باشید. توی ویدیوی بعدی قطعات روی مادربرد رو خدمتتون معرفی میکنم و نحوه تعویض این کلید رو خدمتتون آموزش میدم. منتظر ویدیوی بعدی باشید که به زودی ما منتشرش میکنیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، ازتون میخوام که ویدیو رو لایک کنید و اون رو به دوستاتون معرفی کنید. بدرود. سلام دوستان و همراهان همیشگی خودمون، خوش اومدید به کانال خودتون. دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام نحوه باز کردن یک مینی اسپیکر رو خدمتتون نشون بدم. امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونید از اون استفاده کنید. با من همراه باشید تا بتونیم که ادامه کار رو ببینید. یک نگاه اجمالی بخوایم به اسپیکر بندازیم. قسمت پشتش هست که باتری های گوشی اینجا سوار میشه و این قسمت آنتنش هست. پیچ های این اسپیکر از پشت باز میشه و موقعی که پیچ ها باز شد میتونیم که اسپیکر رو باز بکنیم و اون قسمت معیوبش رو تعمیر بکنیم. خب پیچ هاش رو من یکی یکی باز میکنم از پشت و برای باز کردن خیلی با احتیاط و آروم کار رو انجام بدیم تا اون کله پیچ ها دچار آسیب دیدگی نشه. به یک پیچ گوشتی 4 سوی بلند برای این کار نیاز هست و خیلی با دقت و آروم پیچ ها رو باز بکنیم تا بتونیم که به مادربرد و قطعات داخل اسپیکرمون دسترسی پیدا کنیم. خب پیچ ها باز شدن، اونا رو یک جایی میذاریم که بعد توی دسترسمون باشه و به آرومی سعی میکنیم که اون قسمت جلوی اسپیکر رو در بیاریم. خب این پیچش یکم سفت هست هنوز و چند تا دور دیگه باید بخوره تا اون به طور کامل باز بشه. خب این ولومو هم در میاریم از سطح کار و هنوز یه چند تا دور دیگه باید روی این پیچ بزنیم تا حالا دیگه تموم شد. فقط موقع باز کردن مواظب باشید که اون اتصالاتی که توی گوشی هست دچار آسیب دیدگی نشه. خب این قسمت بالاییش بود که اون خارج کردم و این هم مادربرد گوشی هست که چند تا کلید و ولوم و الباقی ادوات دیگه روش هست. این مربوط میشه به نشانگر در واقع موج رادیوییش. یه گوشه اونا رو بذارید تا گم نشه. این اسپیکر قسمت از لحاظ شارژی مشکل داره و در راه شارژش دچار آسیب دیدگی شده. اینا رو با یک پیچ گوشتی کوچیک هم میتونید باز بکنید. فقط این نکته رو در نظر داشته باشید که خیلی آروم باید این کار رو انجام بدید تا اون کله پیچاتون دچار آسیب دیدگی نشه و دچار له شدگی نشه. این هم کلیده فرمان روی مادربرد هست. خب پیچا رو شل کردم من و میتونیم که الباقیش رو هم جدا بکنیم. این پیچ هم مربوط میشد به قسمت پشتی. خب
همونجور که دارید مشاهده میکنید کل مادربرد این در واقع دستگاهمون به چه ترتیب هست. این قسمت شارژش هست که کنده شده و ما برای لیم زدنش باید اقدام بکنیم و یک سوکت رو روش بزنیم تا دوباره اون حالت شارژش برگرده. به یک سوکت بلند نیاز داره که دو تا پایه خروجی داره. یک همچین مدلی هست. من با خاطر که تایم ویدیو زیاد نشه توی یک ویدیو جداگونه نحوه چسبوندن این سوکت رو خدمتون نشون میدم که به چه ترتیب هست و بهتون میگم که به چه ترتیبی باید این سوکت رو تعویض بکنیم و مادربرد رو تعمیر بکنیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. ویدیو بعدی رو حتما ببینید که آموزش تعویض این سوکت هست، اون رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، بدرود. درود دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به چنل خودتون. توی این ویدیو میخوام نحوه باز کردن گوشی ساده سامسونگ B310 رو خدمتون نشون بدم. امیدوارم که به دردتون بخوره و بتونید که از اون استفاده کنید. ابتدای کار سری در پشت گوشی رو باز بکنیم. باتری گوشی رو باید جدا کنیم. چند تا پیچ داره، پیچای 4 سو هست که قسمت بالای گوشی قرار گرفته. پیچای 4 سو رو باز بکنیم سری و اونو یک قسمت و یک جایی بذاریم که توی دسترسمون باشه. پیچ سوم هم که روی شاسی نبود. خب الان باید یک تیغک قسمت شاسی رو از فریم بالا جدا بکنیم. دقت لازم رو باید داشته باشید که به فریم و شاسی آسیبی وارد نشه و اون خارهاش دچار شکستگی نشه. خیلی آروم یکی یکی خارها رو جدا میکنیم. این خار اول بود که جداش کردم، خار دوم و به ترتیب تا بره بالا خارها رو باید یکی یکی جدا بکنیم از شاسی و در واقع کفی و صفحه روی LCD رو باید یکی جدا بکنیم تا بتونیم که گوشی رو به طور کامل باز بکنیم. خب این خارا رو دارید مشاهده میکنید که توی اطراف گوشی قرار گرفته و همین خارها باعث میشه که اون درگیری بین شاسی و فریم بالای LCD به وجود بیاد و گوشی ما محکم سر جای خودش قرار بگیره. خب بالا خارای کمتری داره چون با پیچ روی قسمت شاسی وصل میشه. دارید مشاهده میکنید که اکثر خارها پایین هست و بالا به خاطری که با پیچ وصل میشه روی این فریم بالا تعداد خارهای کمتری وجود داره. خب این مادربرد گوشیمون هست. مادربرد رو هم با آرومی باید جدا کنیم. با چند تا پین وصل هست مادربرد روی قسمت فریم بالایی. اونا هم با دقت و با احتیاط کنار میزنیم تا بتونیم مادربرد رو هم جدا کنیم. هر دو سمت این خارها وجود داره. خارها رو شل میکنیم و مادربرد آزاد میشه. نکتهش اینه که این میکروفون با واشرش توی فریم گیر هست و اون رو باید با آرومی جدا بکنیم تا مادربرد به طور کامل از قسمت صفحه روی کارمون جدا بشه. خب تمام قطعات تشکیل دهنده گوشی رو دارید مشاهده میکنید که در پشت و باتری، شاسی، کفی هست. این فریم رو هست و مادربرد گوشی. روی شاسی موتور ویبره قرار گرفته و اسپیکر و همون بازرزن که هر دوتاشون یک کاری رو انجام میدن قرار گرفته. این گوشی‌های ساده اکثرا به یک مدل و یک شکل باز میشه. توی بخش بعدی
من مادربرد گوشی رو به طور کامل براتون شرح میدم که از چه قطعاتی تشکیل شده و به چه ترتیب هست. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید باشه. سعی میکنیم که از گوشی ساده در واقع دسمبلشون رو براتون بذاریم و کم کم بریم سراغ گوشی لمسی و مدل های بالاتر. ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردید. اگر چنل رو سابسکرایب ندارید اون رو سابسکرایب کنید. لایک ویدیو فراموشتون نشه. اگه سوالی داشتید توی بخش کامنت ها بپرسید و ما رو همراهی بکنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سرزنده باشید. خوش اومدید به چنل آلفا. توی این ویدیو قصد داریم که نحوه باز کردن گوشی هواوی هونور فورسی رو خدمتتون آموزش بدم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره و برای شما مفید باشه. قبل از اینکه استارت ویدیو رو بزنیم ازتون میخوام چنل رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو روشن کنید تا اگر ویدیو روی چنل منتشر شد نوتیفیکیشنش برای شما بیاد و از اون مطلع بشید. برای باز کردن این مدل گوشی ابتدا باید درب پشت گوشی رو باز بکنیم و پیچ هایی که روی برد این گوشی روی شاسی این گوشی هست رو باز بکنیم تا بتونیم که شاسی رو از فریم LCD جدا کنیم. پیچ های چارسوی زیادی پشت این گوشی هست که همش رو یکی یکی باید باز بکنیم و یک گوشه بذاریم تا موقع بستن توی دسترس اون باشه و بتونیم به راحتی اون رو ببندیم. این سری گوشی 2 سیم رو ساپورت میکنه و مموری استی رو هم میتونیم روش قرار بدیم به طور جداگونه و باتریاشون داخل سرخود هست. من قبلی که پیچا رو باز کنم این سری توضیحات کلی رو راجع به این گوشی خدمتتون عرض کنم. دوربین خیلی با کیفیتی نداره و تگانه از دوربینش. LCD این مدل گوشی از نوع همون LCD هست و LED نیست. خب موقعی که پیچای گوشی رو باز کردیم فریم رو میتونیم از هر نقطه که ولم دستتر هست باز بکنیم. فقط این نکته رو در نظر بگیرید که این قسمت فلت LCD هست و موقع باز کردن باید از فلت LCD در واقع اگه بخوایم با تیغک باز بکنیم مواظب باشیم که فلت LCD پاره نشه. خارا رو یکی و با آرومی من جدا میکنم تا بتونیم که به طور کامل فریم رو جدا بکنیم. خب این گوشی قبلا باز شده و گوشی که در کل تا حالا باز نشده 2 تا پیچ روی باتری هست و باتریش به این شکل افتاد نمیافته در واقع. خب فلت LCD این قسمت هست و فلت تاچ و سنسور بالا هست. فلت ها هم جدا میکنیم. یه خار این قسمت هست، خارش رو هم باید بزنیم کنار تا بتونیم که مادربرد رو جدا بکنیم. خب اگه بخوایم به ترتیب باز بکنیم به این شکل میشه در واقع که به ترتیب چینش درب پشت، فریم LCD، شاسی پشت گوشی که اسپیکر روش قرار گرفته و چند تا دیش آنتن روش هست، کفی LCD که موتور ویبره روشه و اسپیکر بالایی روش قرار گرفته و تاچ LCD که بالا رو قرار گرفته. فلت پاور هم این سمت هست. مادربرد گوشی و باتری لیتیومی گوشی اجزای تشکیل دهنده گوشی هونور فورسی هست. توی ویدیوی بعدی مادربرد رو به طور کامل براتون شرح میدم که چه قطعه مربوط به چی هست تا دید بهتر و بیشتری فنی‌تری نسبت بهش داشته باشیم و اگر عیب یا مشکلی روی مادربرد این گوشی براتون پیش اومد بدونید که قطعات مربوط به چی هست. ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردید. امیدوارم که دیدن این ویدیو برای شما مفید باشه و اگر از این ویدیو خوشتون اومد و مفید بود براتون ازتون میخوام که ویدیو رو لایک کنید و اون رو شیر کنید و به دوستاتون معرفی کنید. توی پارت بعدی میریم سراغ بررسی مادربرد این گوشی و مادربردش رو بیشتر براتون توضیح میدم. تا ویدیوی بعدی، بدرود. درود دوستان و همراهان عزیز، خوش اومدید به چنل خودتون. دوستان توی این ویدیو میخوام
نحوه باز کردن گوشی نوکیا ساده 1280 رو خدمتتون انجام بدم، باز کنم و LCD شو براتون تعویض کنم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید و استفاده بکنید. قبل از اینکه استارت ویدیو رو بزنیم ازتون میخوام که چنل رو سابسکرایب کنید تا اگر ویدیویی روی چنل منتشر شد با زنگوله که روشن میکنید ویدیو روی تو نوتیفیکیشن به شما پیامش بیاد. خب برای این کار باید درب گوشی رو باز بکنیم، قاب روی گوشی رو باید باز بکنیم. اگه قاب سالم باشه به یک تیغک نیاز داریم و برای باز کردن پیچ هایی که روی در واقع شاسی هست باید از یک پیچ گوشتی ستاره استفاده کنیم به شماره 4. پیچ ها رو باز میکنم یکی یکی، توی درب پشت میذارم تا موقع بستن اونا رو داشته باشم. خب این گوشی چند تا عیب و مشکل داره، با هم دیگه باز میکنیم، گوشی رو با هم دیگه بررسی کامل میکنیم و عیب‌هاشو برطرف میکنیم. اول پیچا رو باز میکنم تا ببینم که روی مادربرد چه خبر هست و به چه تعمیراتی نیاز داره. خب این پیچا هرز شدن توی شاسی و اونا رو با یک تیغک باز میکنم. خب شاسی، درب پشت و فریم جلوی LCD رو فعلا نیاز ندارم، اونا رو یک کناری میذارم تا موقع بستن مجددا از اونها استفاده کنم. پس اینا رو میذارم کنار. خب بریم سراغ مادربرد. فریم روی LCD رو یک فریم فلزی هست روی مادربرد، اون رو جدا میکنم. چند تا خار داره، خاراشو با دست یا با تیغک میتونید بزنید کنار و به راحتی این فریم جدا میشه. هر دو طرف رو باید آزاد کنید. اگه یه طرف رو آزاد کردید اون سمت دوم به راحتی آزاد میشه. از یک تیغک هم میتونید استفاده کنید برای این کار. بعد از اینکه فریم رو جدا کردیم LCD گوشی رو دارید مشاهده میکنید که با UIF توی این سبک قرار گرفته. خب بعد از باز کردن روی LCD میریم سراغ باز کردن بقیه قطعات. UIF و این لایه روی رو هم من بر میدارم میذارم یک کنار چون کاری باشون ندارم فعلا. خب ابتدای کار پایه باتری ما معیوب هست و باید اون رو تعویض کنیم. یک سیم کشی توی مدار لایتش انجام شده که ما کاری بهش نداریم چون لایت گوشی سالم هست و میتونید که با منبع تغذیه یک تست ساده بزنیم و ببینیم که آیا LCD مون هم سالم هست یا خیر. پایه مثبت رو به بیرون و پایه منفی رو به داخل. برای روشن کردن با یک پنس پایه مثبت رو به هم وصل میکنم. خب الان گوشی روشن شد و میبینید که LCD مون دچار آب خوردگی هست و نیاز به تعویض داره. سایر کلیدها سالمه، مدار لایت هم سالمه و اون سیم کشی یک سیم کشی هست که میتونیم ازش استفاده کنیم. فقط چراغ LED مون خاموش هست که LED صفحه اون رو باید راه اندازی کنیم و چراغ LED رو تعویض کنیم. برای تست سلامت چراغ LED میتونید که از دستگاه اومترتون به راحتی استفاده کنید. اون رو روی حالت بوق بذارید و یک این پایه رو به این قسمت ترانس وصل بکنیم. وصل هست ولی خب میبینید که LED مون نوری ازش بیرون نمیاد و LED مون مدارش دچار مشکل هست. یک سلف اینجا بوده، این سلف هست شده و مدارش رو سیم کشی کرده. ما هم کاریش بهش نداریم و دست بهش نمیزنیم، فقط باید پایه باتری رو تعویض بکنیم و LCD شو عوض بکنیم تا اون حالتهای لکی که توی
LCD بود از بین بره. اگر یک LCD معیوب هم داشته باشید میتونید که بکلایتش رو عوض بکنید. من تو این ویدیو هم پایه باتری رو خدمتون نشون میدم، نحوه تعویضش رو، و هم نحوه شکافتن LCD و تعویض بکلایت. خب برای این کار چون از رو میخوام حرارت بگیرم، باید روی میکروفون رو با یک برچسب حرارتی بپوشونم تا پرتاب باد گرم به LCD مون، به معذرت میخوام به میکروفونمون آسیبی وارد نکنه و پرتاب باد گرم اون رو نسوزونه. میتونید که از زیر هم این حرارت رو به برد بزنید، ولی خب به حرارت بیشتری نیاز دارید. خب اون رو روی میکروفون میگیرم تا از پرتاب باد گرم در امان باشه. خب حرارت رو روی پرتاب باد کم میذارم و هیتر رو روی کار میارم. چون پایه معیوب هست خیلی نمیخواد توی فکر سوختن پلاستیکش باشید، چون به هر حال این پایه باید از سر جاش کنده بشه. زیر خود پایه روغن تزریق شده بود از قبل که با پرتاب باد این روغن ها شروع میکنن به بخار شدن. شما اگه پد داشته باشید با پد هم میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید که میز کارتون دچار آسیب دیدگی نشه. سوکت رو خارج کردم، نوبت میرسه به LCD. توی بخش LCD دیگه ما نمیتونیم حرارت رو روی این قسمت بگیریم چون LCD از پلاستیک هست و آب میشه. به خاطر همین از حویه و یک مقدار سیم قلب برای بالا بردن دمای سطح این قسمت استفاده میکنم تا به راحتی LCD مون جدا بشه. چند بار که حرارت رو به صورت یک نواخت کشیدم روی کار، LCD به راحتی جدا شد. خب ما پای سوکت باتری رو جدا کردیم، LCD هم جدا کردیم. برای شکافتن LCD یک ورق پشتش هست، اون رو میتونید جدا کنید و این قسمت های آب خورده رو میتونید مشاهده کنید که همین باعث میشه که موقعی که LCD ما روشن میشه توی LCD مون ما لکه ببینیم. به خاطر این لکه هایی هست که این قسمت وجود داره. موقع بلند کردن این لایه ها مواظب باشید که کریستال LCD مون آسیب وارد نشه و نشکنه، چون اگه کریستال شکست دیگه LCD مون قابل استفاده نیست. یک فلت و یک LCD، فلت و کریستال باید ازشون مواظبت کنیم تا دچار آسیب دیدگی نشن. یک روزنه یا یک مسیر رو باید پیدا بکنیم برای رسیدن به برای در آوردن این قسمت ها، چون چسب خوردن. یک تیغ تیز اگه باشه بتونید یک روزنه رو باز بکنید توی این قسمت، کار حل میشه. من از پایین میزنم تا آسیبی به کریستال که روی بالا خدمتتون صحبتشو کردم آسیبش وارد نشه. خب این چسبی که دور تا دور LCD خورده، باید این چسب رو ما به طور آروم تراش بزنیم تا به اون بتونیم که اون لایه‌ای رو که آب خورده تعویض بکنیم. خیلی با طمأنینه باید این کار رو انجام بدید. با حرارت گرفتن هم میشه این کار رو انجام داد، ولی خب احتمال این که LCD ما دچار آسیب دیدگی بشه چون پلاستیک هست خیلی زیاده. یک سری اتوها هست که مخصوص این کار هستن و میتونید که به راحتی با این اتوها چسب دور LCD رو باز بکنید. یک ابزار مناسب باید به هر حال پیدا بکنیم برای بلند کردن این طرق پشت که میبینید که نصف بلند شده. فقط از کریستال LCD باید محافظت کنیم چون قطعه اصلی ما همون کریستال LCDه. خب
تلق پشتی تقریبا داره در میاد و مدار لایت رو هم مواظب باشید تا مدار لایت هم پاره نشه. چون LCD سیاه سفید هست خیلی مدار پیچیده‌ای نداره. خب این LCD ما هست و این قسمت بکلایتی بود که توی چند لایه آسیب دیده بود و رطوبت خورده بود. اگری که LCD سالم دارید که فلت پاره شده، میتونید که با تعویض این فلت به راحتی یک LCD جدید رو داشته باشید. فقط مواظب مدار لایت و این کریستال باید باشیم که آسیب نبینه. الباقی قطعات قابل تعویض هستن و شما به راحتی میتونید که این کار رو انجام بدید. خب یک LCD دیگه من دارم که فلتش پاره شده و میتونید که این قسمت فریم پایین رو که من الان جدا کردم رو شما جدا بکنید و LCD جدید رو توش بذارید. فقط توی این قسمت باید دقت کنید که این فریم پشتی آسیب نبینه، چون ما این رو لازم داریم. خب قطعات معیوب رو کنار میذاریم و قطعات سالممون رو مونتاژ میکنیم. میتونید که این LCD رو با یک دستمال تنظیف بکنید تا موقع بستن لکی توش نباشه و تمیز باشه. قسمت بیرونیش رو بعد هم میتونید تمیز کنید، ولی فقط اون قسمت داخلیش هست که قراره به ما اون لایت رو بده. بعد از تمیز کردن سر جاش میذارم LCD رو و بعد از این کار میتونید که LCD رو سر جای خودش لیم بزنید. من LCD رو مجدد سر جای خودش لیم میزنم تا بتونم که اون رو تست بزنم. فقط موقع لیم مجدد دقت کنید که پایه ها رو باید دقیقاً سر محل نصب خودشون قرار بدید تا اتصالی برقرار نشه بینشون و اون تصویر مورد نیاز رو به ما بده. خب من حالا دقیق خوب نچسبید، ولی خب میشه اون رو تست بزنیم. برای روشن کردن یک تیکه سیم لهیم رو به جای پایه مثبت لهیم میزنم تا بتونم که سیم پراپلم رو بهش وصل بکنم و بتونم که از اون با منبع تغذیه مجدد این سیم این کار رو انجام بدم. خب پایه مثبت رو وصل کردم. سیم منبع تغذیه‌مون الان به راحتی سیم منفیش رو به بدنه، به هر جای بدنی که ما داریم میتونیم الان بزنیم اتصال بدیم و سیم مثبت رو هم که به این قسمت میزنم. مجددا با پنس پاور رو فشار میدم ببینم که پاور میکنه یا خیر. با یک پنسی که هر دو طرف رسانا باشه رو میزنم. خب LCD مون خوب نچسبیده، به خاطر همین اون تصویر که ما میخوایم رو بهمون نمیده. باید پایه LCD جابجا چسبیده. LCD رو یه بار دیگه باز میکنم و سر جای خودش دقیقاً میچسبونم تا اون تصویر مد نظر رو به ما بده. به همون طریقی که LCD رو در آوردیم مجددا LCD رو خارج میکنم، پایه‌اش رو ریپایر میکنم. قلای اضافی رو باید پاک بکنیم از سطح کار، هم پشت هم رو، تا LCD مون موقع چسبوندن دچار اتصالی نشه. خب اگه پایه اول و آخر رو با هم دیگه میزون بکنیم و روبروی هم دیگه قرار بدیم، دیگه برای چسبوندنش مشکلی پیش نمیاد. پایه های با هم دیگه میزون میکنم و به هم دیگه میچسبونم.
مجددا سیم پراپل رو مثبت و منفیش رو پای مثبتش رو متصل میکنم به سیم جوش خورده، پای منفیش رو هم به یکی از قسمت های گرند دستگاه متصل میکنم. چون گرند ها با هم دیگه رینگ هستن فرقی نمیکنه. پاور، خب LCD پاور نکرده اصلا. این سیم پروپلمون دچار قطعی شده. خب باید پایه رو من سر جای خودش لحیم بزنم و پایه رو یکی پایه رو از روی برد اوراق برمیداریم، سر جای این قرار میدیم و اون موقع مادربرد ما آماده تست هست و میتونیم که اون رو استفاده کنیم. امیدوارم که دیدن این ویدیو برای شما مفید باشه. من فقط میخواستم که نحوه باز کردن سوکت معیوب و تعویض LCD معیوب و شکافتن LCD رو بهتون نشون بدم. امیدوارم که به درتون خورده باشه. این شکافتن LCD توی همه LCD ها در واقع وجود داره، از در واقع LCD سوپر موردی که گلس ها با هم دیگه پرس هستن تا LCD های گوشی های لمسی که چند لایه هستن، لایه های پیچیده تری دارن گوشی های لمسی و گوشی های سیاه‌سفید میبینید که دو تا لایه بیشتر ندارن، ولی توی گوشه لمسی این تعداد خیلی بیشتره. ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو استفاده لازم رو برده باشید. ممنونم که ما رو حمایت میکنید. اگه سوالی داشتید توی بخش کامنت ها بپرسید حتما، و اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، اون رو شیر کنید، به دوستاتون معرفی بکنید و اگه تا اینجا اومدید و چنل رو هنوز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله هم فشار بدید تا اگه ویدیویی رو چنل منتشر شد شما از اون مطلع بشید و بتونید که اون رو ببینید. منتظر پارت بعدی باشید که یه تعمیرات خفن میخوایم براتون بذاریم. امیدوارم که از اون بتونید استفاده کنید. بدرود. سلام دوستان، خوش اومدید به چنل خودتون. توی این ویدیو قصد دارم که مسیرهایی که توی گوشی نوکیا ساده وجود داره حتی المقدور اون رو براتون شناسایی بکنیم و بهتون بگیم که قطعات مربوط به چه قسمتی هست. بیشتر این ویدیو اختصاص داره به بخش مسیریابی. برای مسیریابی به یک دستگاه اومد نیاز داریم که اون رو روی حالت بوق باید بذاریم تا مسیرهایی که قطع یا وصل هستن رو به این طریق به ما نشون بده. خب مسیرهایی که وصل هستن صدای بوق میکشن و مسیرهایی که قطع صدای بوقی برای ما نیست، یا اگر هم توی بعضی از مسیرها مقاومت اومش خیلی بالا باشه باز ما صدای بوق نداریم و علاوه مقاومت اینجا میتونیم شناسایی کنیم. ابتدا مسیر سیم کارت این سیم 2 این گوشی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. توی ابتدای کار باید مسیرهایی که گرند هستن رو مشخص کنیم. توی 6 تا پایه چند تا پایه مربوط به گرند هستن. پایه اول گرند، دوم، سوم، پس پایه دوم و سوم نیاز به شناسایی داره. از بالا خب 5 تا پایه نیاز به شناسایی مسیر داره. پایه اولمون که گرند هست، پایه 2 3 4 5 6 نیاز به شناسایی داره. با یه نگاه اجمالی روی مادربرد گوشی مسیرهایی که ختم میشه به بخش سیم کارت رو میتونید که شناسایی کنید، ولی اگر مسیری مشاهده نکردید مجبورید که به نزدیکترین پک قطعات که به اون قطعه ما هست با این مسیریابی اجمالی باید اون پک رو پیدا کنیم. خب این پک مربوط میشه به اسپیکر و در واقع پک اسپیکر هست، پک جک هندزفری هست، پک لایت هست، پک شارژ و پک سیم کارت مموری توی این قسمت قرار گرفته. خب یکی از پایه ها رو که اگر نشون بکنیم ما میتونیم که بقیه پایه ها رو توی این محدوده شناسایی بکنیم. فقط کافی که یکی از مسیرها رو شناسایی بکنیم تا الباقی مسیر دستمون بیاد
برای این کار هم یکم دقت نیاز هست و یکم وقت. اگر که شماتیکش رو داشته باشید به سرعت میتونید که اون رو پیدا بکنید و به راحتی بیایید سر وقتش. این گوشی مشکل شناسایی این سیم رو داره و به خاطر همین ممکنه که اون پایه هاش قطع شده باشن و ما به راحتی نتونیم که این مسیرش رو